یه بار برای همیشه فرق بین عیار بتون و مقاومت بتون رو یاد بگیر. عیار به مقدار سیمان در 1 متر مکعب بتون گفته میشه و با دبلیو نمایشش میدن. مقاومت بتون به توانایی بتون در تحمل تنش‌ها اشاره داره و با FSC نمایشش میدن. بین عیار و مقاومت هم یه رابطه تجربی هست که FSC میشه W تقسیم بر د منهای 9. مثلا اگه مقاومت بتونت 25 مگاپاسکال باشه، مقدار W یا وزن سیمان طبق فرمول بالا میشه 340 کیلوگرم بر متر مکعب. بین عیار و مقاومت هم یه رابطه مستقیمه که با افزایش مقدار عیار میزان چسبندگی تو مخلوط بتونی افزایش پیدا میکنه و در نتیجه مقاومت بتون هم بالاتر میره. اما این افزایش مقاومت نامحدود نیست، یعنی نمیتونی برای مقاومت‌های خیلی بالا هی بگی من میام مقدار وزن سیمانمو میبرم بالا، مثلا میرسم به مقاومت 100 مگاپاسکال.